بعضی برادرها این ماه رمضان نمازهای تراویح نخوندن، خانه خوندن. یکی مفتاسی برای بچه اگر مثلا نمونه بیان کنه افتاس بودن که اگر با دلیل بیان کنید تو ما قبول میکنیم مثلا که تراویح یعنی تراویح رسول صلی الله علیه و سلم خانش به میخوند. سونه من شب‌های 23 و 25 و 27 و 29 همراهی چی برآمده خوند، یعنی همراهی جماعت خوند. یعنی چی به دلالت کرد جماعت، یعنی تراویح آدم مسجد به جماعت شده خواندن سنت، خانش به خواندن میشد. هر دوش هم چی بده است جایز بده است. لیکن یعنی اگر مثلا آدم مثلا یعنی حافظ قرآن نه یا که خاصتا قرآن خونده نمیتونن و میدوند که مسجد ختم شده استاده است، و حالتا باید که همراهی چه جماعت رفته خوند، همراهی چه جماعت میخوند. و این چون بعضی اهل علم میگوید که ایننده مثلا یعنی باید که انسان کوشش کنه، حرکت کنه، مسجد برفته خوند، برای که اگر این خیلی گفتن گریم همه پرتوت چی میشد، یعنی این شعیره ابین میراد، یعنی همه مسجد خالی میشد، تراویح چی ابین میراد. یعنی برای من رمضان انده یعنی خاصتا همراه مسجد برفته همراه جماعت خوندن همین با آدم باید که سعی و کوشش کند. یعنی